دوستان عزیز، هوام خیلی گرمه. یک گفتنی خاص دارم برای امروز نفرایی که در فضای مجازی هی دو دشنام میدید، دم دیگر را فوش میدید. مثلا افغانی ها ایرانی ها را فوش میده، ایرانی ها باز افغانی ها را فوش میده. بعد داخل افغانستان هم میسی هم دیگر را فوش میدید، مثلا دو دشنام میدید. در نظر از من یک گفتنی برای شما دارم که جای میدید دو دشنام حتما یک کارگر هستی، مثلا یا دریور هستی یا مستری هستی یا کشاورز هستی یا مثلا مثل از ما برنا هستی. جای از دو دشنام که بدر که ما معروف شویم، این میزی کارای خودیو بگیری بلد فضای مجازی ممکن بود یک معرفی که مثلا راهنمایی که ممکن بود از 100% بدر یک 4% 5% یا 10% بخورد. حداقل یک کس از تو دلخور نیست در یک مجلس که بوری در خط قوم قبیله یک کس درویت نمیرنه که چرا فلانی رو دو میزنی. یا ولی همین هم کارای از ما امروزی است، سیمانو ریگ رمل و مصیباتی جور کردیم. ایران مهندس هم آدم گیی که کوچی که بعد تو اینجا رو بودی ولی ستون بوری که اینی می اندازه در نظر از من 20 یورو لیا. ولی نظر از تو چی رقم همی؟ لایک داره نداره چی رقم است؟ تا آخر بعد کامنت های تو منتظر هستم دیگه.